عملیات بر اساس قرارداد EPD مبلغ پیمان چقدر آقای دان؟ 50 میلیون دلار هستش که EPD هم هست. منابع داخلی نفت که داره استفاده میشه. نمایشگاه نفتی دیگه و پروژه‌های نفتی میلیونی دیگه در خزر، اما برخلاف این ادعاها واقعیت چیز دیگه‌ایه. ایران تنها کشور ساحلی دریای خزره که در 3 دهه گذشته نه گازی در خزر تولید کرده نه نفتی. برخلاف روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و به ویژه جمهوری آذربایجان. آذربایجان به تنهایی حدود 20 برابر مجموع 4 کشور دیگه در خزر گاز تولید کرده و به اندازه کل اونها نفت. آبهای ایران در خزر عمیق‌ترین بخش دریا رو تشکیل میده، حدود 1 کیلومتر در بعضی جاها. این واقعیت در کنار تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذار خارجی عملاً امکان توسعه و عملیات مستقل رو از ایران گرفته. کشتی پژواک، تنها شناور لرزه‌نگاری ایران، حدود 20 ساله که از رده خارج شده. سکوی امیرکبیر، تنها سکوی حفاری ایران در خزر هم حدود 1 دهه‌ای که در دست تعمیره. در این میان ادعای کشف میدان نفتی سردار جنگل ایران هم تا به حال از طرف هیچ نهاد معتبر بین‌المللی تایید نشده و وجود میدان گازی چالوس هم رسماً توسط وزارت نفت ایران تکذیب شده. نتیجه چی میشه؟ شرکت نفت خزر ایران نه تنها درآمدی نداشته، بلکه باری بوده بر دوش بودجه کشور.